سلام و وقت بخیر، خوش آمدین به مجله صبح امروز. موضوع ما در پیوند به رسیدگی به بجاشده‌های داخلی و مهمان امروز ما هم در مجله صبح آقای احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث. همچنان دو راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره، میتونید به گونه مستقیم سهمتان را در مجله صبح داشته باشین. 791 300 654. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونید سر به نشانی فیسبوک actvnews.af بزنین. از طریق پیامخانه پرسش و مشکلی که در پیوند به موضوع می داشته باشین را بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. از آغاز تقاضا میکنم خواهشاً زمانی که تماس میگیرین صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین. عظیمی صاحب خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. ابتدا چقدر بر بیجا شده‌های داخلی و کسایی که از سر جنگ‌ها بیجا شدن رسیدگی صورت گرفته و کمک‌ها برشان رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز. اما قسمی که در جریان قرار دارین، متاسفانه از آغاز ماه جد سال روان، ببخشید ماه جوزای سال روان تا اکنون ما شاهد جنگ‌های داخلی و درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی و مخالفین حکومت در نزدیک به 25 ولایت هستیم. با توجه به این جنگ ها و درگیری های شدید در برخی ولایات ما بیجا شده‌های زیادی را داشتیم از ولسوالیا به مراکز شهرها. آمار بیجا شده خب بلند بود که بیشتر به این قسمت وزارت محترم مهاجرین هم حرف و مسئولیت های دارن، اما ما از جایی که وضعیت اضطراری را مدیریت میکنیم و بیجا شده را تا 72 ساعت اول حادثه بر اساس تفاهم نامه‌ای که با وزارت محترم مهاجرین داریم، آمارای ابتدایی نشان میداد برای ما لحظه‌ای که ما بیجا شده را مدیریت میکردیم نزدیک به 50,000 خانواده بیجا شده را در سراسر کشور از اثر جنگ های داخلی از ماه جوزا الی اکنون شاهدش هستیم و ما تلاش کردیم تا به همه بیجا شده پاسخگویی و رسیدگی بکنیم. اما بیجا شده در 3 بخش وقتی بیجا می شدن جابجا شدن. یک بخشی از بیجا شده به خانه های دوستان و اقاربشان وقتی که از ولسوالیا بیجا میشن به مراکز شهرها پناه میبرن و جابجا میشن، و یک بخش دیگرشان خانه به کرایه میگیرن با حداقل امکاناتی که خودشان دارن. بخش دیگرشان در جاده و در کمپ های موقتی که از سوی مؤسسات ملی و بین‌المللی در هماهنگی با ریاست های مبارزه با حوادث ولایت و ریاست های مهاجرین اونجا جابجا شدن که بیشتر تمرکز ما بر اساس تفاهم نامه بر او بیجا شده‌ای هستند که زیر خیمه ها به سر میبرند و در جاده ها هستند، نیاز به مواد غذایی غیر غذایی دارند، حتی غذای تبخ شده و آب و آشامیدنی ضرورت دارند. ما ابتدا تلاش کردیم به او عده اشخاص و خانواده ها کمک بکنیم که قطعا برای از اونا کمک ها صورت گرفت. بخشی که به سرپناه بودن، بیجا بودن، غذای تبخ شده حتی فراتر از 72 ساعت اول حادثه ما تا 2 روز 3 روز الی 1 هفته در برخی ولایات مثل تخار، ولایت کندوز، بغلان، فاریاب تلاش کردیم که پاسخگویی را داشته باشیم. همچنان در ولایت بادغیس و هرات هم شما شاهد درگیری ها در نقاط مختلفش که همین لحظه هم هستیم. تلاش کردیم به این بیجا شده رسیدگی صورت بگیره و مابقی بیجا شده‌ای را که در خانه دوستان و اقاربشان به سر می‌بردن اونا را توسط تیمای سروی ما که متشکل از اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هستند مشخص ساختیم و اونا عملا تحت سروی قرار گرفتن. یعنی نزدیک به 40,000 خانواده را از میان 50,000 خانواده ما پاسخگویی کردیم تا کنون و مابقی که 10,000 خانواده میشه. اینا کسایی بودن که خودشان امکانات حداقلی داشتن در خانه دوستان و یا خودشان کرایه گرفتن، اقاربشان جابجا شده بودن، ولی روی هم رفته تلاش ما بود که اونا هم مورد سروی قرار بگیرن و کمک برشان شود که او خانواده در این روزهای پسین و اخیر بیجا شدن که هنوز سروی از اونا جریان دارن و پس از تکمیل سروی به اونا نیز کمک ها صورت درست. رابطه با سیلابا در نورستان هم صحبت شما رو می داشته باشیم، اما نخستین تماس برنامه را پاسخ میدیم. بیننده موری خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم. صبح بخیر، مهربانی. خواهشاً بلندتر صحبت کنین. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتان خوب بخیر هستین؟ شما سلامت باشین، مهربانی. تبسم هم نیستم، از ولایت فاریاب شما را زحمت دارم.
درست. مهربانی پرسشتان. برادر میبخشین کسایی که مثلا سابقه ماجر باشه میتونه که این طرف ماجر شد از ماجری حق بگیره؟ یک سوال دیگه نمیست که همشیره ماجر شده مدت 3 ماه میشه از دولت آباد آمده در خانه ما زندگی میکنه. وقتی که میره میگه تو از فاریاب هستی، میگه تو را چیز نمیشه، تذکیره نمیتونی از روی ماجری بگیری، اما تذکیره بچهش از ولسوالی دولت آباد است. میگه ماجر شده از بچهش قبول نمیکنن، اساسش قبول نمیکنن، میگن نه تو آمده ماجری تا گرفته بودی، حال سر دوباره نمیتونی ماجریش بگیری. بچهش از دولت آباد تذکیره گرفته، خودش از همین جا از خود میمنه است. درست. امیر چطور میشه؟ امیر یک شاید چکنید میتونیم یک سوال دیگه هم کدوم از شما این کرد بخیر که چی مسئولین هم میخواین از مشاهده و معلولین هم یک مهم شبوت از این که ما یک چند سوالات پیشون داریم. حتما بیننده باشین. در روزهای بعدی وزارت امور ماجرین را می داشته باشیم تا به مشکلاتی که دارین پاسخگو باشن. همچنان در ادامه مجله صبح میتونین که بگونی مستقیم سمتون را داشته باشین. در پیوند به موضوع امروز اگر جدا از موضوع امروز پرسش و مشکل می داشته باشین، نشانی ما در فیسبوک در اختیار شما قرار داره، میتونید از اون طریق پرسشتان را بنویسین، ما با مسئولین در میان میگذاریم. تماس دیگر داریم. بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. خواهشاً صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم، دیگر جور بخیر. سلامت باشین، مهربانی. ما گلاواز از ولایت کندز. درست، مهربانی پرسشتان. بله مهربانی پرسشتان. ما گفتم اینو میگه بیادر ما رفتیم چند روز بیادر کانت سر دوره بیادر میگه خیمه دیدیم تا بالا بیادر گفته یک تا پرسان نکرد غیر نیم واسطه دار کسی که بیادر دستکی زباین خود بیادر ریاست اونو میگه بیادر دستکی دارن واسطه و سبواز بیادر اونو کمک میکشد. زنش اگم دینیم یک ما اگم 20 روز میگه رفت خوشن یک تا پرسان نکرد آخر بالاخره خیمه مایمر کاند 5 سال دیگه مرد. درست. از این شما پرسش ندارین از بیننده ما؟ نه خیر، ما در این مورد تشکر از اینکه تماس گرفتین. بیننده باشین، مهربانی. در قسمت پرسش اولی که از خواهر ما ولایت فاریاب بودن، خدمت از اونا عرض میکنم که ما پیشترم به او اشاره کردم. مسئولیت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در بخش بیجا شده تا 72 ساعت اول حادثه به صورت مستقیم هست. یعنی ما 72 ساعت اول حادثه را وضعیت اضطراری تشخیص کردیم در تفاهم با نهادهای مددرسان ملی و بین‌المللی و همچنان نهادهای حکومتی که به ویژه وزارت محترم مهاجرین در قسمت بیشتر مسئولیت دارند. این خانواده‌ای که بیجا شدن خودشان هم اشاره کردن که نزدیک به 3 ماه میشن یا 4 ماه میشن که در شهر میمنه به سر میبرن و یک بار هم کمک شدن. اونم کمکی بود که در وضعیت اضطراری و سر میبردن، از طریق ریاست مبارزه با حوادث برشون کمک شد که عملا شما شاهد بودین که به او خودی از اونا اشاره کردن. اما حتی در وضعیت اضطراری بحث تذکره هم زیاد برای ما مهم نیست. مثلا یک کس از در ولایت کندز زندگی میکنه اما تذکره یک ولایت دیگر را دارن، ولی ما به خاطر از اینکه چون از دروازهای ورودی شهرها برای ما مشخص میشه که خانواده داخل شهر میشن و در خیمه ها به سر میبرن، جا به جا میشن، با یک سروی که توسط تیمای موظف می داشته باشیم بعد براشون کمک صورت میگیره. یعنی سروی هم همزمان توزیع هم همزمان با سروی است. وقتی یک خانواده سروی میشه توزیع هم براشون صورت میگیره. در این قسمت از اینا پیشنهاد من است که اینا به ریاست محترم مهاجرین فاریاب مراجعه بکنن، حتما در قسمتشان توجه میشه. از بحث ریاست مبارزه با حوادث اینا تمام هستن. و بحث کندز من متاسفانه که دقیقاً اول زمستانی که گذشت در برنامه مجله صبح بودم که 5 الی 6 شکایت از ولایت کندز شد و بر اساس این شکایت ها رهبری وزارت که شخص وزیر صاحب در رأس بودن و جمع تیم کاری که من خودم همراهشان بودم به ولایت کندز سفر کردیم. مبلغ 10 میلیون افغانی را به ولایت کندز انتقال دادیم و اونجا مشخصا برای بیجا شده در نظر گرفتیم. شما باور بکنید به ولایت کندز رفتیم، در شهر کندز
ادعایی که صورت میگرفت میگفتن ما 10,000 خانواده 5,000 خانواده بیجا شده هستیم، ما رفتیم یک خانواده بیجا شده را ندیدیم که زیر کم بر از اونا بریم خود ما کمک توزیع بکنیم. الایی که خانواده‌های سرویش شده در خانه‌های اقارب دوستانشان بودن، ما اونا را دعوت کردیم، سرویش شده بودن، برشان کمک توزیع کردیم. هیچ خانواده را ما در کندوز در همون شرایط ندیدیم که زیر خیمه بوده باشن، در حالی که ادعا می‌کردن ما در خیمه هستیم. یعنی ما بر اساس همون شکایت‌ها سفر کردیم به ولایت کندوز. بحث فعلی را مطرح می‌کنم که شدیداً جنگ است، ما شاهدش هستیم، از اصول مختلف به کندوز جمع شدن، درک می‌کنیم درد هموطنان ما را. تیمای با وجودی که در ولایت کندوز این ریاست‌های مختلف و نهادهای مختلف مددرسان وجود دارد، چون به عنوان یکی از ولایت‌های بزرگ کشور ما به شمار میره و اونجا تقریبا در شمال شرق به عنوان زون شمرده میشد. به او خاطر تنها ریاست‌هایی که فعلا در کندوز فعالیت میکنن و یکش ریاست مبارزه با حوادث است که عملا رئیس ما در این شرایط بد امنیتی در ساحه هستن، فامیلایی که بیجا میشن سروی میکنن، بر از اونا توزیع میکنن و شاید در جریان سروی و توزیع یک مقدار کمک ها به تاخیر اجرا شود، چون تعداد بیجا شده زیاد است. تنها ریاستی که گفتم بر شما تا امیل اعظم در ساحه باقی مانده و ریاست مبارزه با حوادث است و تیم کاریشان است که عملا کار میکنند. اعضای تیم محدود است و بیجا شده آمارشان بیشتر است، طبعا که زمان میگیره تا سروی شوند، توزیع شوند. ولی روی هم رفته ما کسایی که در زیر خیمه هستند به هیچ صورت اونا رو انتظار سروی نمیمونیم، عملا برشان غذای تپ شده توزیع میکنیم و کسایی که اینا عرض کردن که خیمه داشتن و رفتن با سر دوره کندوز، اونجا بر از اینا کمک نشده، در حالی که ببینین ما هر کسی که در خیمه بوده سروی کردیم، ولی یک تعدادی است که مخاطب ما برادر ما نیست، یک تعدادی هستند که متاسفانه از این وضعیت سوء استفاده میکنن. وقتی شرایط بد امنیتی میشه، بیجا شده بیشتر میشن، اونا هم یک خیمه به خود جور میکنن در یک گوشه که امتیاز بگیرن، ولی ما به هیچ صورت به اونا کمک نمیکنیم، به خاطر که اگر قرار باشه ما برای فقرا کمک بکنیم، خب میزان فقر بیشتر از دیگه بازی از حوزه صلاحیت و مسئولیت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیست که کمک بکنن. قطعا همین لحظه به تمام بیجا شده کندوز رسیدگی جریان داره، مواد غذایی و غیر غذایی در حال توزیع است. شاید بسته به او پیمانه یا کمک ها به پیمانه نباشه که مردم انتظارش دارن، اما دست کم بر اساس رفع نیازهایشان هست که نیازهای اولیه مرفوع شود. بعد از او که مسئولیت از ما تمام شد، به وزارت محترم مهاجرین و ریاست محترم مهاجرین برمیگرده، اونا عملا در کمیته ولایتی مبارزه با حوادث عضویت دارن و مسئولیت بعدی هم به اونا برمیگرده. بسیار تشکر. تماس داریم بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر، مهربانی. سلام علیکم، هستین بخیر؟ سلامت باشین. خواهشاً کم بلندتر صحبت کنین. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ احمد شاه از ولایت کندوز. درست، مهربانی پرسشتان. تشکر، زنده باش، سلامت باشین. از کندوز هستم، احمد شاه. مهربانی. 2 ماه میشه که در ولایت کندوز در ناحیه 600 فامیلی 2 ماه میشه که جنگ است. به خدا که دولت توجه کرده باشه، دیگه کرده باشه، نه کمک نه دیگه. فامیل خودش ماجر شده رفته در دیگه ولایت، خودم تک تنها هستم. 2 ماه میشه که سه خانه را تک تنها خودم نگاه کردم هستم. همین میگوردتون شماره مرا بگیره یک کمک به ما بده، دیگه بده. به خدا یک رفت پیش ما نیست، در به در گشتیدن رو استمنک فرق نمیک شو، یک روز بعد یک دفعه میاد نیم ساعت می باشه باز میره. درست، از این حساب شما پرسش ندارین؟ شماره از اینا پیش شما درست. باشن. تشکر از اینکه تماس گرفتین. همکارا شما را یادداشت میکنن، تماستان را قطع نکنین. میمانتان بگیره بعد من یک زنگ بزنن. درست، تماستان را قطع نکنین، همکارا شما را یادداشت میکنن. مهربانی از این سفر. در قسمت برادرم عرض میکنم که طبعا بیشترم من اشاره کردم که جنگ جریان داره در حوزه‌های مختلف شهر کندوز و در اون محله که جنگ جریان میشه طبعا کمک‌های بشردوستانه هم به چالش مواجه میشه. تیمایشان در جریان درگیری سخت است برای همکارای ما که برن اونجا مواد غذایی انتقال بدن یا توزیع بکنن، مخالفین هم اجازه برشان نمیده. از او خاطر در این قسمت شاید برادر ما حق جانب باشن که برشان کمک صورت نگرفته، به خاطر که ساحه تحت در یک موقعیتی است که عملا دو طرف جنگ جریان داره. به او خاطر ما شمارهشان که همکارا اینجا ثبت کردن حتما تماس میگیریم، توسط ریاست مبارزه با حوادث به اینا رسیدگی خواهد شد
و بحث توزیع پول نقد که اینا اشاره کردن او توسط ریاست محترم مهاجرین صورت خواهد گرفت، ولی با آن هم آنچه که ایجاب میکرد یا مواد غذایی غیر غذایی توسط ریاست مبارزه با حوادث برشان توزیع خواهد شد و فامیلاشون در هر ولایتی که بیجا شده باشن اگر کمک برشان صورت گرفته خوب، اگر نشده میشه که اینا پیام برشان داشته باشن که به ریاست‌های مبارزه با حوادث همون ولایت مراجعه بکنن، حتما سروی میشن، برشان مواد توزیع میشه. بسیار تشکر. تماس داریم بیننده دیگر ما. سلام، صبح بخیر. سلام، خوب هستین صاحب؟ سلامت باشین. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ از ولایت هرات، عامر جان از ولایت هرات تماس شدم. مهربانی. سلام. مهربانی پرسشتان. گفتم ما خواهد جمله بیجا شده های داخلی هستیم، از بادغیس بیجا شدیم آمدیم، هیچ نوع کمک برای ما صورت نگرفته، انت بسیار به حالت دار زندگی میکنیم. درست. صحبت دیگر ندارین؟ نه قربان شما. ببخشید یک پرسش من داشتم. چی مدتی میشه که شما از بادغیس بیجا شدین به هرات آمدین؟ دیگه نه دیگه، تشکر. فقط از شما خواهش مهم است که به می بیجا شده رسیدگی شه، چون بسیار. درست. صدای ما رو دارین؟ بله. چی مدت میشه که از بادغیس بیجا شدن؟ از اون وقتی که جنگا شروع شد تقریبا یک ماه پیش ما آمدیم به هرات و بفرم برای ما هیچ نوع کمک صورت نگرفت. درست. تشکر از اینکه تماس گرفتین از این. در قسمت این پرسش عرض بکنم که ما طبعا بیجا شده در جریان جنگایی که در غور و بادغیس هست، بیجا شده غور و بادغیس هم به ولایت هرات برخشان منتقل شدن اونجا و جالبی است که ما با ریاست مبارزه با حوادث ما که در تماس هستیم، پیام از اونها هم است که ما تمام بیجا شده را سروی کردیم و کمک‌های لازم را برشان توزیع کردیم. شاید اوی در خانواده‌ای که هنوز کمک نشده گفتیم خودشان خانه به کرایه گرفتن و هنوز مراجعه به ما نکردن، اما کسایی که در کمپ هستن ما قطعا اونا را سروی کردیم، توزیع هم برشان جریان داره. ما به خاطر زمان بیجا شدن از اینا را پرسیدم که یک تعداد بیجا شده از سالهای سال، یعنی حدود 5 سال 6 سال میشه که از ولایات همجوار هرات به هرات بیجا شدن. اونا دیگه حال وضعیت بیجا شدگی را ندارن، اونا خودشان مستقر به ولایت هرات شدن، زمینه کار برشان مساعد بوده، زمینه زندگی برشان مساعد بوده، ولی از یک چنین شرایطی چون تذکره بادغیس و غور دارن، یک چنین شرایطی که به حقوق میپیونده یا جنگ میشه یا هم حوادث طبیعی میشه، باز اینا پس دوباره مراجعه میکنن که ما از بادغیس هستیم، بیجا شده هستیم یا از غور هستیم، کمک بکنن. به دلیل از اینکه ما از کمک‌های تکراری جلوگیری بکنیم بر یک خانواده و یک فرد، یک مقدار سروی ما زمانگیر است، چون در هرات واقعا به این چالش ما مواجه هستیم. عملا شما اگر برین به کمپ شهیدایی ببینین که کمپ شهیدایی هیچ زمان بدون بیجا شده نبوده، چون او بیجا شده از دیر زمان است که به اونجا ماندن. متاسفانه یک تعداد آدمای دیگه از نام بیجا شدگی و از کسایی که واقعا مستحق هستن سوء استفاده میکنن و او کمپ به یک کمپ تجارتی مبدل کردن، شبیه یک دکان تجارتی شده. وقتی حادثه اتفاق میفته و کمپ فال میشه و همه از خانواده‌هایشان از خانه‌هایشان میان مراجعه میکنن به ما کمک بکنن و این یک چالش عمده بوده که ما توسط سیستم بایومتریک و در هماهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی تقریبا این مسئله را هم حل کردیم. کسایی که کمک شده ثبت دیتابیس از برای ما دیگه هیچ امکان نداره که کمک تکراری شون و پیام ما است که لطفاً هم مزاحمت برای تیم کاری ما نکنن و هم حق بقیه خانواده‌ای که واقعا مستحق هستن بیجا میشن به اونا هم ظلم نکنن و از زمان ما چی نشن، ضایع نشن. تشکر. تماس داریم. سلام، صبح بخیر. بله سلام جدا، خوب هستین جان بخیر؟ سلامت باشین. از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی پرسشتان. ما از کندز با تماس شدیم و یعنی طرف تلمزار امیال فعلا تو جنگ است که ما در خانه ماشتگی که ما جای هم نداریم که جای بریم. در خانه ماشتگی سیم، خانه ما یک سر مرمی زیر مرمی ماندگی سیم. هیچ کس دیگه در کندز در سر کمپ زیر سر دوره رفتیم، هیچ کدام باختاس هیچ کدام چیزی نبود. پس آمدیم استقای ما یک در مریض شد، هیچ کدام باختاس هیچ کدام پرسانی نکرد. این تو آدم هایی است که در خانهشان شیشتگی میفهمیم که اینمی چیزی داره، ببین که میره و آن مواد میگیره، چیز غذا خوردنیش به دست میآید میخیزه میآید. ما قرار این میره بشناف تا 8 تا 8 مریض غلطیدگی است. ببخشید خواهر، برای شما وقتی که در خیمه رفتن ریاست مبارزه با حوادث هیچ مراجعه نکرد طرف شما؟ هیچ کمکی را تا هنوز دریافت نامد؟ هیچ کس نامد، طرف ما هیچ کس نامد. در سر دوره یک دانه
اولی بود سرش خشک پخته کردگی بود اموجا 3 شب ما را تیر کردیم ایدستی که بسیار وضعیت خراب بود هوا گرم بود پس که آمدیم گفتیم خود شما برای ریاست مبارزه با حوادث کدام عریضه و درخواست نبردین؟ عریضه را میگه که نمیگیریم در ریاست مهاجرین بودیم عریضه میگه قبول نمیشه میگه به حوادث نبردین برای ریاست مبارزه با حوادث نباشین میگه جای نداشته باشین میگه سروی نمیشه درست. برای ریاست مبارزه با حوادث نبردین؟ نه اوجرم بردیم اوجرم مثلا پشت دروازه جواب داد امیال این صبحی تو جنگ بودم تپه موتی تو جنگ بود که زیر مرمی توپ تیاره ماده. درست. تشکر از اینکه تماس گرفتین. بیننده باشین. صحبت عظیمی سه می داشته باشیم. اما پیش از اون یک میان برنامه کوتاه میگیریم. پس از میان برنامه همچنان دور ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. میتونید به گونه مستقیم سهمتون را در مجله صبح داشته باشین. 791 300 654 همچنان نشانی ما در فیسبوک facebook/yaktvnews.af. وقفه. ادامه مجله صبح تماس داریم. بیننده ما خط هستند. سلام صبح بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. از این میشه بر بیننده ما کس کندوز تماس گرفتن. به ارتباط خواهر ما که از کندوز صحبت کردن، خب حرف قبلی ما بود که ساعتی که عملا جنگ جریان داره برای ما سخت است که اونجا تیم کاری را روان بکنیم، کمک بکنیم و کسایی که بیجا میشن در یک ساحه مستقر میشن طبعا به اونا کمک صورت میگیره. اما یک مقدار تفاوت در است که وقت ما تیم سروی خود روان میکنیم، تیم سروی ما به این معنی است که 24 ساعت در ساحه باشن. وقتی گزارش میاد که 500 خانواده، 10 خانواده یا 100 خانواده در این ساحه مستقر شدن، بیجا شده هستن، تیم سروی روان میشه، اونا سروی میشن، بعد از او روز بعدی یا یک روز در میان کمک ها برشون صورت میگیره یا همون لحظه هم که وضعیت اضطراری است برشون کمک صورت میگیره. اما متاسفانه وقتی ما سروی میکنیم خانواده ها را، پس دوباره که تیم توزیع ما به او ساحه میرن که خانواده نیست، از او ساحه رفتن. اما قسمی که خواهر ما گفتن که ما رفتیم یک روز در اونجا بودیم و گرمای شدید بود، پس نتونستیم که اونجا زندگی بکنیم، دوباره برگشتیم. مطمئناً که اونجا تیم ما رفته که توزیع بکنن، اینا نبودن. اما اگر حالی هم برای از اینا کمک صورت نگرفته باشه، چون اینا به ریاست مبارزه با ریاست مهاجرین مراجعه کرده بودن در ابتدا، ریاست مبارزه با حوادث در خدمتشان است، یک درخواستشان ببرن اونجا. اینا گفتن که مراجعه کردن به ما باورمند به این نیستم، به دلیل از اینکه اینا ابتدا به مهاجرین که مراجعه میکنن، وقتی مهاجرین خودشان که بحث بیجا شده مربوطشان میشه، اینا را که جواب رد دادن، پس دوباره اینا به حوادث مراجعه نکردن. اگر مراجعه هم شدن مستقیم به تیم کاری ما برای رئیس مبارزه با حوادث، اینا نرفتن از نزدیک صحبت بکنن. هیچگاه همی دروازه ریاست مبارزه با حوادث بسته نیست که اینا بگن ما از دروازه دور شدیم یا از دروازه ما را جواب دادن که نمیشه کمک. عملا ما دروازه ریاست مبارزه با حوادث 24 ساعته، نه تنها که 8 ساعت، 24 ساعت ما نوکریوالی داریم. باز از هر زمانی که بیجا شده وضعیت اضطراری میشه، بیجا شده را شاهد میباشیم، تیمای ما موظف میشن، توزیع مواد صورت میگیرن. به هر حال آل برشون پیشنهاد میکنم که یک بار مراجعه بکنن، چون ما از این برنامه که بیرون شدم برای رئیس مبارزه با حوادث تماس میگیرم که حداقل عرایضی که برشون مراجعه میشن ببینن، تیم سرویشون روان بکنن، سروی بکنن. اگر مستحق بود مواد توزیع میشه، نبود هیچ مشکل درست. تماس داریم. سلام صبح بخیر. مهربانی. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ ما از فاریاب به تماس شدم. درست. پرسشتان؟ از فاریاب به تماس شدم. اسمم عبدالرحمن است. مهربانی. همین مشکلات مهاجرین است. درست. ادامه بتین. تخمین 42 روز 43 روز از ما مهاجر شدیم. کسی در ما مردمی که اصلا نگاه نمیکنه. درست. ادامه بتین. صدای ما رو دارین؟ بله. مهربانی. از مهاجرین عرضه دادیم سوال کسی که اصلا پرسان نمیکنه که خاطر چیه. 42 روز 43 روز از ما مهاجر شدیم، از طرف ولسوالی پشتونخوا از طرف فاریاب آمدیم.
پیشنهاد ما برادر به شما هم است که شما یک غریزه برای ریاست مبارزه با حوادث بتین. اگر در خانه به سر میبرین، اگر در خیمه هستین طبعا اون تیمای ما هست. اگر در کدام خانه‌ای که خود شما زندگی میکنین درخواستانه بنویسین، ببرین برای ریاست مبارزه با حوادث تسلیم بکنین. اونا تیم سروی را همین روزی که میبرین شما عزیزان موظف میسازه. کمک هم انشالله فردای سروی کمک برتان صورت میگیره. تشکر از اینکه تماس گرفتین. دور ارتباطی برنامه همچنان در اختیار شما قرار داره. میتونید در لحظات پایانی تماس داشته باشین اگر پرسش و مشکل در پیوند و موضوع امروز می داشته باشین. نظمی به اعتداد بیننده ما از شفافیت انتقاد داشتن که در قسمت شفافیت آنچنانی که باید وجود داشته باشه نداره و به مستحقین کمک ها رسیده نمیشه. در قسمت شفافیت طبعا وقتی میزان بیجا شده بیشتر میشه، تیم کاری که کم میباشه، یک مقدار شفافیت زیر سوال به این میره که ما مثلا ایره بار مطرح کردیم هر خانواده را حد اقل یا حد اوسطشان 7 نفر انتخاب کردیم، یعنی به اساس محاسبه خود تیمای کاری ما که به او خانواده کمک بکنیم. ولی بر خانواده هستن که تعدادشان 8 نفر از 12 نفر هستن، اینا را ضرب 2 3 میسازن. مثلا خانم و خانمش می از همه یک خانواده را میگیره، شوهر می سهم دیگه خانواده را میگیره، فرزند سهم دیگه خانواده را میگیره. به اونو خاطر در یک چنین شرایطی که ما وضعیت را اضطراری میبینیم، شاید برای یک خانواده 2 بار کمک شده باشه، یک خانم گرفته باشه، یک کمک شوهر گرفته باشه که در اون صورت هموطنان ما شاهد بودن و شاکی هستن. در این قسمت ما میپذیریم. اما به این منظور نیست که ما وقتی بیجا شده کسی دیگه باشه، خانواده دیگه باشه، ما مواد برای یک خانواده که اصلا بیجا شده نیست توزیع بکنیم. یک چنین کار اصلا انجام نمیشه. ولی برای همه بیجا شده، برای همه کسایی که متضرر هستن بیجا میشن کمک صورت میگیره. اما یک اندازه این کمک های ما وقتی تیم سروی ما میره که متشکل از نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، جامعه مدنی هم هستن، اونجا برای یک خانواده دوباره که اگر کمک صورت میگیره باز اعتراض بیشتر میشه، شکایت ها بیشتر میشه که خانواده 2 بار سهم گرفت برای من 2 بار بتین. باز او خب طبعا که به یک بارگی 500 خانواده بیجا میشه. یک تیم کاری که حداقلش حد اکثر 20 نفر هستن، 20 نفر از حدود 5000 خانواده یا 500 خانواده بیرون شده نمیتونن. به او خاطر چالش وجود داره. انشالله حداقل میتونم بگم که نظر به گذشته 90% شفافیت در روند توزیع از 10% چالش های است که یک بار هجوم بیجا شده زیاد میشن، سر همکارای ما فشار میارن. حتی شما باور بکنن که در آغاز جنگ‌های داخلی که شدت پیدا کرد ماه جوزا، بالا یک از رئیس‌های ولایتی ما بیجا شده حمله کردند خودشان، حتی افگار شدن و بیچاره. دلیلش بود که اونا می‌خواستن تذکره را چک بکنن، اونا می‌خواستن که دقت بکنن در توزیعشان. گفتن که شما در این وضعیت از ما تذکره پرسان میکنین، از ما وضعیت ما را پرسان میکنین، مواد بتین برای ما. پس اگر ما مواد میتیم اعتراضی میشه که شفافیت نیست. اگر تذکره چک بکنیم میگن شما وقت ما را میگیرین، مواد برای ما بتین. به او خاطر یک مقدار سخت است شرایط برای ما. تشکر از این سیاسی حضور پیدا کردین و با این پاسخ شما خوش. ممنون از شما همچنان که تا حال بیننده مجله صبح بودین. تا فردا وقتتان خوش. خدا نگهدار.